سلام. سال 2014 بحران اوکراین با کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک در روسیه سایه افکند. پیشگویی ها برای سال نو 2015 نیز برای آنها دلگرم کننده نیست. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در آینده نزدیک تا 400,000 مهاجر کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان برمیگردند. از 1 ژانویه سال 2015 شهروندان تاجیکستان در روسیه با شناسنامه‌های خارجی حق کار و اقامت خواهند داشت. شماره مهاجران تاجیک اخراج شده از روسیه تا ماه اکتبر سال 2014 به 200,000 نفر رسید. از آغاز سال 2015 به جای کوتا در روسیه پاتنت جاری می شود، ولی مهاجران از کارخانه و شرکت ها اجازه کاری می گیرند. سال 2013 مهاجران تاجیک به تاجیکستان تقریباً 4 میلیارد و 200 میلیون دلار فرستادند، ولی پیشگویی می شود که در سال 2014 این رقم خیلی کمتر می شود. در سال 2014 بحران شرق اوکراین با کار و زندگی مهاجران تاجیک در روسیه از بسیار جهت اثر گذاشت. بعد از اشغال کریم از طرف نیروهای روسیه، کشورهای غربی بر ضد روسیه تحریم جاری کردند. نرخ نفت نیز پایین رفت و تأثیر منفی آن به اقتصاد روسیه خیلی زود احساس شد. 20 نوامبر سال 2014 با نظرداشت این وضع روسیه، استرید تورس، کمیسر عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین گفت تا پایان سال ممکن است تقریباً 400,000 نفر مهاجران تاجیک مجبور شوند از روسیه به تاجیکستان برگردند. و این نکته را با تکیه به معلومات همصحبتانش در تاجیکستان بیان داشت. چون در آخر تیر ماه مهاجران موسمی به تاجیکستان برمیگردند، شاید به این شماره آنها نیز داخل شوند. ماه اکتبر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه اعلام کرد که در روسیه 1,011,000 مهاجر تاجیک باقی مانده است، در حالی که شماره معمولی آنها به 1.5 میلیون نفر می رسد. روند بازگشت آنها ادامه دارد. در برابر این، اخراج مهاجران تاجیک از روسیه در سال 2014 افزایش یافت. سومنگول تقایوا، وزیر کار و شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان، ماه اکتبر گفت شماره عمومی اخراج شدگان یا دپورت شدگان به 200,000 نفر رسیده است، ولی این رقم تا پایان سال شاید به 300,000 نفر هم برسد. تا حال در این باره معلومات نشر نشده است. در سال 2015 کار و اقامت مهاجران تاجیک در روسیه تنها با شناسنامه خارجی تاجیکستان امکان پذیر خواهد بود. با نظر داشته اینکه تا پایان سال وقت کم مانده است و شهروندان تاجیکستان نیز در منطقه های دوردست روسیه به سر میبرند، آیا در صورت نگرفتن شناسنامه خارجی تا سال نو با آنها خطر اخراج تهدید نخواهد کرد یا روند شناسنامه‌دهی در سال 2015 نیز دوام می‌یابد؟ این روند خانه‌خواه ادامه خواهد یافت، زیرا که در اساس جواب به درخواست سفارت جمهوری تاجیکستان جانب روسیه دقیقاً معلوم کرد که شهروندان تاجیکستان که شناسنامه‌های داخلی دارند می‌توانند بود و باش خود را در قلمرو این کشور تا زمانی از سرحد روسیه بیرون شدن با شناسنامه‌های داخلی خود اقامت و فعالیت مهنتی خود را ادامه دهند. البته این حالت به مهاجران ارتباط دارد که تا سال 2015 به قلمرو روسیه وارد شدند، ولی آنها باید برای ادامه کار خود در قلمرو روسیه پاتنت بخرند. آقای اگمزاد میگوید ارزش یک ماهه پاتنت 4-5 هزار روبل را تشکیل میدهد. پاتنت برای 1 سال داده می شود و بعد از ختم مهلت 1 سال دیگر تمدید خواهد شد، ولی بعد از 2 سال مهاجر باید پاتنت نو بگیرد. وابسته به ویژگی های هر منطقه نرخ آن می تواند کمتر یا بیشتر از 4-5 هزار روبل باشد. پولهای فرستاده مهاجران از خارج از جمله از روسیه وسیله اصلی گذران زندگی خانواده های آنها در تاجیکستان می باشد. سال 2013 این پولها به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید و شدت اجتماعی در جامعه را کمتر کرد.
این مبلغ 40% بیشتر از بودجه سال 2013 بود که 12 میلیارد و 100 میلیون سومانی را تشکیل می‌کرد. با وجود اینکه تا حال در جای اعلام نشده است، کارشناسان میگویند پولهای مهاجران نسبت به سال 2013 در سال 2014 به مراتب کمتر خواهد بود و آن به سطح زیست اهالی در تاجیکستان تأثیر خواهد داشت. از اول سال 2015 کارخانه و شرکت‌های روسیه برای به کار گرفتن مهاجران کاری از آنها درباره سپردن امتحان زبان روسی و تاریخ روسیه شهادتنامه یا سرتیفیکات خواهند خواست. نرخ این شهادتنامه $90 مقرر شده است. مسئله امتحان از مهاجران کاری در جامعه روسیه زمان مطرح شد که در این کشور روحیه ضد مهاجرت تشدید یافت و ملتگرایان بر ضد افزایش شماره مهاجران کاری صدا بلند کردند. امتحان برای دریافت سرتیفیکات از 1 سپتامبر سال 2014 آغاز یافت. در آن بجز از سوالها درباره سویه دانش زبان روسی، سوالها درباره تاریخ روسیه نیز است که نه هر مهاجری کاری از دهات آمده تاجیک میتواند به آن جواب گوید. مثلا سوالها درباره محاربه کولیکووا یا درباره شخصیت ایوان گرازنی و امثال اینها نه تنها مهاجران کاری بلکه شخصان تحصیل دیده را نیز میتواند در حالت ناگوار قرار دهد. سؤال به میان می آید که برای یک مهاجری که در ساختمان کار خواهد کرد و یا به روبوچین کوچه و خیابانها مشغول خواهد شد، این سؤالها تا چه اندازه ضرور است؟ ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که دانش خوب زبان و تاریخ به بالا رفتن اعتبار و جایگاه مهاجر در جامعه روسیه کمک خواهد کرد. تا حال در روسیه قانونها راجع به مهاجرت کاری خارجیان پرره اجرا نشده است و شرکت و کارخانه ها مهاجران را غیر قانونی به کار می گرفتند. چون این حالت زمینه رشوه‌خواری و فساد را فراهم می آورد و شرکت ها گاه از پرداخت پول مهاجران سرپیچی هم کرده اند.